با گذشت بیشتر از 5 ماه از آغاز جنگ میان آمریکا و ایران، بسیاری از خانواده‌ها در جمهوری اسلامی میگویند خرجشان برای زندگی زیاد شده است، به حدی که به گفته آنها ناچارند از میان نیازهای اولیه خود یکی را انتخاب کنند. این فشارهای اقتصادی در زندگی روزمره مردم و به ویژه در بازارهای ایران به خوبی دیده می شود. بسیاری از فروشندگان میگویند مشتریان خریدهای خود را کمتر کردند و خرید مواد غذایی نیز از گذشته دشوارتر شده است. حالا خدمت شما کنم، ببینید مثلا دارم میگم کالای اساسی مثلا گوشت و مرغ و لبنیات و اینا خواه ناخواه اون مقدار مصرفی که مثلا قبلا داشتیم کمتر داریم. به هر حال میگم همه چی با هم داره گرون میشه، هم اجاره خونه ها هم اجاره مغازه ها. در عین حال برعکس فروشا داره میاد پایینتر. میوه رو مثلا اون موقع هم گفتن اروپایی‌ها خارجی میرن مثلا دونه‌ای میخرن. یواش یواش ما داریم الان شما قیمتا رو ببینید، داریم ما هم یواش یواش به میوه دونه‌ای داریم میرسیم. روز به روز داره همه این شرایط اقتصادی بدتر میشه، اجاره ها خیلی سنگین تر شده، یعنی روز به روز همه چی میره بالاتر ولی درآمده روز به روز میاد پایین‌تر. کارشناسان در ایران میگویند هر چند سال هاست که تورم، تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی اقتصاد کشور را در چنگشان میفشارند، اما جنگ فشارها را بیشتر و آینده اقتصادی را ناروشن‌تر کرده است. ببینید مشکلات اقتصادی ایران انقدر مزمن هستن که نمیتونیم بگیم که الان صرفا جنگ باعثشون شده. ما قبل از جنگ هم تورم مزمن داشتیم، قبل از جنگ هم مشکلات تحریم و تراکنش‌های مالی داشتیم، قبل از جنگ هم بحث قطعی اینترنت رو داشتیم. یعنی صرفا نمیتونیم بگیم که جنگ عامل همه این موضوعات شده، ولی قطعا جنگ باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی شده است. در چنین شرایط به گفته کارشناس سطح زندگی و نیک و احوالی مردم بدتر می‌گردد، چون خانواده‌ها پس‌انداز می‌کنند و درآمدشان بیشتر صرف نیازهای اولیه می‌شود. اون درآمدها، یعنی اون درآمدهایی که دارن میره توی مثلا صرف حوزه درمان نمی‌کنن، حوزه تفریحشون نمی‌کنن، بنابراین رفاه مردم تا حد زیادی تو این دوره کاهش پیدا می‌کنه. با ادامه جنگ و فشارهای اقتصادی، بسیاری از شهروندان ایران میگویند دیگر برنامه‌ریزی برای آینده وجود ندارد و مردم بیشتر تلاش میکنند تا زندگی روزمره خود را به نوعی بگذرانند.